соат дар Прага расои 14 و дар душанбе 18 است و شما برنامه اخبار آزادی رو در بخش مستقیم تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، موضوع امروز 22 январ از این قرارند. یک شهروند ازبکستان برای قتل فرمانده بلندپایه روس در مسکو به حبس ابد محکوم شد. کاری وزنین را ما میکنیم، فایده‌اش دیگر جای می رود. مشکلات طرحهای چین در تاجیکستان. منع کردن روی حل نیست و یا وقتی که دسترسی نورسان به اینترنت را محدود ساختن نمیتوانیم چی باید کرد؟ به نورسان تعلیم دادن طرز درست استفاده بی خطر اینترنت را آموزان. خدمات امنیتی فدرالی روسیه میگوید از حمله تروریستی در اوفا پیشگیری کرد که گویا از جانب دو شهروند یک کشور آسیای مرکزی تحریزی شده است. با ادعای این نهاد بازداشت شده ها قصد حمله به اداره پلیس را داشتند. با این مقصد آنها موضع گرد و اطراف را آموخته سلاح آتشفشان خریدند و به وصل نمودن مواد ترکنده خودساخت شروع کردند. هنگام عملیات بازداشت یک نفر از گمانبران که گویا مقاومت نشان داده است کشته و دومی دستگیر گردیده است. در همین حال دیروز دادگاه حربی در مسکو حکم 4 متهم در قتل گنرال روس ایگور کیریلوف را صادر نمود که یکی از آنها شهروند ازبکستان می باشد. موضوع را همکارم مومن احمدی ادامه می دهد. دادگاه در مسکو افراد متهم به قتل گنرال ایگور کیریلوف فرمانده نیروهای حمایت از حمله‌های کیمیایی و بیولوژی روسیه را به مهلت‌های از 18 سال تا حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری اینترفاکس روز 21 январ خبر داد که دادگاه حربی احمد جان قربانوف شهروند ازبکستان را در رابطه با این کشتار به حبس ابد و پرداخت 1 میلیون روبل حکم نموده است. همچنین 3 گمانبر دیگر با توخان تاجیف 18، رمضان پدیوف 22 و رابرت سفریان به 25 سال زندان محکوم شدند. محکوم شدگان به اشتراک در سازمان تروریستی، انجام دادن حمله تروریستی از جانب گروه سازمان یافته، معاملات غیرقانونی مواد ترکنده و گذشتن از آموزش با مقصد انجام دادن فعالیت‌های تروریستی گناهکار شدند. ایگور کیریلوف 17 دکبر سال 2024 در نتیجه ترکیش در نزدیکی خانه‌اش 7 کیلومتر دورتر از کرمل کشته شد. مفتشان گفتند مواد ترکنده در یک سکوتر برقی جایگذاری شده بود. در این حادثه یاور کیریلوف هم جان باخت. یک روز بعد حادثه مقامات روسیه اطلاع دادند که در رابطه با کشتار گنرال شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. به گفته مسکو او فرمان اوکراین را درباره از بین بردن کیریلوف اجرا کرده است. قربانوف در نوار FSB خدمات فدرالی امنیت روسیه گفته بود که این کار را با دستور مقامات اوکراین انجام داد. اما معلوم نیست که این ویدیو در چه شرایطی ثبت شده بود. در گذشته بارها دروغگویی مقامات روسیه آشکار شده است. از این رو به این فرضیه مقامات روس با شبهه نگاه می شود. سویتلانا پترنکو نماینده رسمی کمیته تفتیشات روسیه اظهار داشته است که تفتیشات در نسبت به شریکان دیگر این جنایت که به جستجوی بین المللی اعلان و غایبانه حبس شدند ادامه دارد. در یک سال اخیر 3 نظامی بلندپایه روسیه در مسکو کشته شدند. گنرال یاروسلاو موسکالیک معاون سردار سرریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکیش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. موسکالیک در سالهای 2015 و 2019 در گفت و شنود شیوه نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت. 22 دکبر سال 2025 در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو گنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه به هلاکت رسید. سویتلانا پترنکو سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که این انفجار بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. رو میریم به موضوعهای دیگر. دادگاه شهر خوجند بررسی زن و زنی پرسر و صدا در طرفخانه پارلمنت این شهر را
آغاز کرده است. منابع رادیو آزادی روز 22 انور گفتند که 4 نفر در دادگاه محاکمه می شوند که 2 نفرشان بازداشت شده، 2 تن دیگر در آزادی اند. پرونده آنها بر اساس کدام بند کودکس جنایی محاکمه می گردد هنوز معلوم نیست. در مناقشه که 20 دکبر سال گذشته سر زده بود، نزدیکان سروزیر تاجیکستان و دادستان شهر بوستان که پسر مقامدار نزدیک به پرزیدنت است شرکت داشتند. منابع رادیو آزادی گفته بودند که پرویز اشورов داماد سابق سروزیر تاجیکستان با پسرش و عبدالقهار عزیزов دادستان شهر بوستان پسر عبدالجبار عزیزی یاور سابق امام علی رحمان دو طرفی ماجرا هستند. نزدیکان دو جانب همدیگر را در سر زدن ماجرا عیبدار می‌دانند. مقامات رسما در این باره خبری نشر نکردند. بعد از چند روزی نشر گزارش درباره این مناقشه، مقامات خبر دادند که عبدالقهار عزیزов دادستان شهر بوستان از مقامش برکنار شده است. شما بیننده برنامه اخباری رادیو آزادی هستید. حضور فعال اقتصادی چین در تاجیکستان که سالهای آخر وسیع‌تر می شود، با اعتراضهای کارگران، مشکلات زیست محیطی و امنیتی روبرو شده است. پس از سالهای طولانی همکاری‌های گسترده در بخش استخراج معدن، راهسازی و طرح‌های صنعتی، شرکت‌های چینی که در تاجیکستان فعالیت می‌کنند اکنون با مشکلات جامعه‌های محلی روبرو هستند. جزئیات در گزارشی همکارم طاهر سفر. یکی از آخرین حادثه‌ها ماه نوامبر سال گذشته در کان طلای زرافشان واقع در نزدیکی شهر پنجکند رخ داد که یکی از بزرگترین کارخانه‌های مشترک استخراج معدن با سرمایه چین در تاجیکستان به شمار می رود. گروه از کارگران تاجیک که از معاش ناچیز و تفاوت زیاد در مزد کار نسبت به همکاران چینی خود ناامید شدند، با نوشتن مراجعه‌نامه به رهبران چینی کارخانه خواستار زیاد کردن معاش شدند. آنها گفتند که مزد کاری حاضره کارمندان به نرخ‌های روزافزونی مال و مواد موافقت نمی‌کند. دو کارمند شرکت با شرط ذکر نشدن نامشان به رادیو آزادی گفتند معاش ماهانه کارکنها از 2000 تا 4000 سامانی است. درخواست آنها برای بالا بردن مزد کار رد شد. چین بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی تاجیکستان است. از سال 2007 تا کنون از آن کشور بیش از 5.1 میلیارد دلار سرمایه به تاجیکستان وارد شده است و زیاد از 700 کارخانه با سرمایه چین در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. سال 2024 وکیلان پارلمان تاجیکستان سازشنامه دو جانبه حمایت سرمایه‌گذاری را با چین تصدیق کردند که ضمانت و کفالت‌های قانونی بیشتر را برای سرمایه‌گذاران چینی پیش بینی می‌کند. با وجود این طرح‌های چینی با مشکلات روبرو هستند. تحقیقات رادیو آزادی در سال 2024 ضرر زیست محیطی را در چندین محل استخراج معدن و کشاورزی از جمله در زرافشان آشکار کرد. ساکنان از مشکلات سلامتی از قبیل تولد پیش از مهلت، بیماری‌های راه‌های نفس شکایت کردند، ولی مقامات تاجیک این ادعاها را به اساس خواندند. نارامی‌های کاری با نگرانی‌های افزاینده امنیتی در اطراف طرح‌های چینی در سراسر کشور همراه شدند. از 1 دکبر این جانب کار در یک بخش مهمی شهرهای دوشنبه چین پس از 2 حمله مرگبار در نزدیکی مرز با افغانستان بازداشته شد. روز 30 نوامبر افراد مسلح در ناحیه درواز 2 کارگری چینی را کشتند و 2 نفر دیگر را زخمی کردند که این باعث طلب چین از تاجیکستان برای تقویت دادن محافظت شهروندان شد. مقامات تاجیک این حادثه را کار دست گروه مسلح تروریستی نامیدند ولی جزئیاتی بیشتر ندادند. چند روز پیشتر از این 3 شهروند چین در یک حمله دیگر به یک محل زرشویی در ناحیه شمس‌الدین شاهین کشته شدند. مقامات گفتند که هر دو حمله از جانب افغانستان صورت گرفته است. بی‌ثباتی می‌تواند مناسبت‌های تاجیکستان را با پکین سرد کند و شرکت‌های چینی را از فعالیت و سرمایه‌گذاری دلسرد سازد که این به نوبه خود به اقتصاد تاجیکستان هم تأثیر منفی می‌گذارد.
برنامه رو با گزارشی دیگر ادامه میدیم. در تاجیکستان چند سال پیش والدین را موظف کردند که در استفاده اینترنت نظارت را از بالای فرزندانشان بیشتر کنند. اما ظاهرا چنین اقدام نتیجه نظررسی نداد و تا کنون شکایت‌ها از تأثیر بد شبکه‌های اجتماعی به نسل نورس زیاد به گوش می‌رسد. کارشناسان در نوبت خود میگویند باید راه‌های دیگر را جستجو نمود. همکارانم ارشاد سلیمانی و شهلوی عبدالله در این باره از دوشنبه گزارش آماده کردند. وابستگی فرزندان به تلفن موبیلی و شبکه‌های اجتماعی این ساکن دوشنبه را نگران کرده است. استفاده از معیار زیاد به اندیشه او به اخلاق و تربیت کودکان تاثیر بد خواهد گذاشت. گذشته است این 10 سال پیش با قبول قانون والدان را وظیفه دار کرده بودند که فرزندانشان را در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند. ایرا چه خیلی محدود میکنند. ایرا با فکر من خیلی قینه وزی نمیشوه. همه قیمت موندن من نتونستم. میدزم برام بجام تلفن رو بو میگیرم میقپم. برخورد مقامات هم در مورد استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی جدی‌تر شده است. سال گذشته دلناز احمدزاده وکیل پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرد که دسترسی نورسان تا 14 ساله به شبکه‌های اجتماعی پورا منع کرده شود. وکیل همچنین پیشنهاد کرده بود که نورسان 14-17 ساله تنها با اجازت خطی والدین از شبکه‌های اجتماعی استفاده برند. والدان در این مورد نظرهای گوناگون دارند. آخینا وقتی کودک‌ها را میگیرن 1 ساعت 2 ساعت به تلفن آواره میشوند. کی وقتی خوندن میشه با وقتی خوابشون میشوند. هر خیلی میشوند. مقصد شبکه‌های هست که فایده رسان است. مقصد برای درس یگان تجربه کاری یگان بیزنس با هست جایش که نالازم است. تاثیرات‌های سخت داره که تاثیرات چی؟ یک تاثیراتایی که از دایره همون فرهنگ استفاده بری تلفن‌های موبیلی میبرند و دیگر کارها شامل میشوند. امروز رو به کتاب نمیارند، همین جوانان بسیار نمیخوانند. اما خود نورسان نظر دیگر دارند و میگویند که منع کردن مشکل را حل نمیکند. این یک مسئله بحث برانگیز است. به والدان مهم است دانند که کودکانشان چی تماشا میکنند. مثلا اگر فرزندشان در یگان شبکه اجتماعی خودشان را به قید گیرند، موضوعهایی هست که خیلی جالبند و والدین باید انتخاب کنند. همچنین فونکسیای نظارتی والدین هست که آنها می توانند نصب کرده نظارت کنند. کارشناسان نیز منع کردن شبکه‌های اجتماعی را برای نورسان راه حل مشکل نمی‌دانند. من از محدودیت‌های گفتم ممکن است که عاقلانه که بر اساس 3 پرینسیپ تکیه میکنم، پشتیبانی میکنم. نخست یعنی تعلیم و سواد رسانه‌ای را جامع کرد. به نورسان تعلیم دادن طرز درست استفاده بی‌خطر اینترنت را آموزاند، نظر به آن که محدود کرد. هر چند وقت‌های آخر تأثیر شبکه‌های اجتماعی به اخلاق و رفتار نورسان نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای زیاد بحث می شود، اما تاکنون استرالیا یگانه کشوری در دنیا است که استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای نورسان تا 16 ساله کاملا منع کرده است. در همین حال شریف نظرزاده سردار ریاستی وزارت کارهای داخلی در ختلان در همایشی در کولو به ساکنان دعوت کرده است که برای پیشگیری از کردزنی نورسان با پلیس همکاری کنند. این دعوت پس از آن است که در زنازنی گروهی شب 11 انور در این شهر محمد علی سعداللهیف رزمیکاری 19 ساله کشته و 3 همسال دیگرش زخمی شدند. مقامات سلیمان اودینایف ساکن 19 ساله شهر را با گمان حمله با کرد بازداشت کردند. سردار ریاستی وزارت کارهای داخلی روز 22 انور در همایش در این شهر عکس رزمیکار بازداشت شده ها و افراد زخمی را به جوانان کلوب نمایش داده است. او گفته است که کردزنی میان نورسان، افراطگرایی و استعمال حب‌های مدهوش کننده میان جوانان از مشکل اصلی در کلوب بوده است. نظرزاده از ورزشگران، مربیان ورزش و دیگر جوانان شهر خواسته است که برای پیشگیری همگونه ظهورات و پدیده‌های خلل‌دار کننده ترتیبات آرامی سهمگذار باشند. برخی ساکنان سبب اصلی رو آوردن جوانان این شهر به زنازنی و افراطگرایی را بیکاری می‌دانند.
دوستان عزیز با همین مطلب برنامه اخباری آزادی را به پایان میبریم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. برای خواندن اخباری بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر وبسایت azadi.org در خدمت شما عزیزان است. اگر شما هم خبری دارید به ما رسانید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشید.